در حالی که فصل برداشت محصولات زراعتی در ولایت فاریاب به اوج خود رسیده است، دهقانان این ولایت از حاصلدهی خوب گندم، جو، نخود و شمار از دیگر محصولات نسبت به سالهای گذشته ابراز خرسندی می‌کنند. آنان می‌گویند بارندگی‌های مناسب در فصل بهار نقش مهمی در افزایش حاصلات داشته، هرچند آفات زراعتی در برخی مناطق خسارات نیز به بر آورده است. محمد رحیم یکی از دهقانان با تجربه فاریاب که بیش از 45 سال عمر خود را در زراعت سپری کرده است میگوید الحمدلله امسال حاصل گندم، جو و دیگر محصولات نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده است. بارندگی های خوب باعث شد زمین حاصل بیشتر بدهند، هرچند در برخی مناطق آفات زراعتی مشکلات ایجاد کرد، اما با توکل به خداوند توانستیم بخش بزرگ از محصولات خود را برداشت کنیم. تمام زندگی ما از زمین زراعت میگذرد و خوشحال هستیم که نان حلال خانواده‌ام را از زمین راه به دست میآورم. من دو قصدی بودم کت دیگه من خیلی شبیه وش سرکول بغداد بدم شکر یخشه شاید یاشم olmuş پیش که برگنده olmuş پیش olmuş ترکه برفته یک بله مشوم بشین حساب مثلا 45 yıl böyle 46 yıl böyle من کت دیگه من انا زحمتن قلب خدا جان یخشیل بسکرم لا تب خوش ولی بزنم بزن زحمت قلب کی چه کنه زن شو کی زمان مایل مولا من زحمت قلب برگیره تقلش لوج لا قیلگه بزنه شو خرب ماسن زار ماسن نماشونی که اینا فقط بغداد که ابز ارپی که ابز زغری که ابز نخودی که ابز انا بالنخود زغر بلارگم مثلا این مال بکته کپشای انا خود دو قصد بغداد یخشه بلاد ویز صادب استیر بلاد سمانیام بلاد دو قصد بغدادم بلاد ان شاء الله. در این حال سخی محمد یکی دیگر از دهقانان فاریاب نیز از رضایت خود نسبت به برداشت امسال سخن گفته از مسئولان ریاست زراعت خواست تا برای جلوگیری از خسارات آینده همکاری‌های بیشتر با دهقانان داشته باشند. او میگوید اگر ریاست زراعت در بخش مبارزه با آفات، فراهمسازی دواهای زراعتی و ارائه مشوره‌های تکنیکی با دهقانان همکاری کند، در سالهای آینده می توانیم حاصلات بیشتر به دست بیاوریم و از خسارات احتمالی جلوگیری شود. کورول ترپسس که من bir dehqonman. Yil yaxshi keldi, ko'p yaxshi edi. Oxirgi shu kapashay keldi. Girtay nima bo'ldi? Bug'doylarning vazi xarob bo'ldi. Imoratdan taqozon shuki, oyandalarga bizlarga dori bersin, shu kapashay malaqqa shu ta'sir qilsin, bilan zahmat o'z qo'ymasin. Ko'p yaxshi kishvarimiz inshaalloh yaxshi tuzalibdi. Digaga ketmaylik. Shu yerdan bir rizq halol kishta olaylik. از سوی دیگر پوهنمل خال محمد شاهین استاد پانزه زراعت پوهنتون فاریاب میگوید زراعت ستون اصلی اقتصاد هر جامعه می باشد و منبع اصلی درآمد هزاران خانواده است. به گفته وی هرچند برداشت امسال امیدوار کننده بود، اما تداوم آموزش دهقانان، مبارزه با موقع با آفات و حمایت نهادهای مسئول نقش مهم در افزایش تولیدات زراعتی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد. Sizning savolingiz irtibotiga aytishim kerakki, ekinchilik yo ziroat bir yurt va mamlakatda hayoti va iqtisodiy bir stuni sifatida bizlarga em, kiyim va boshpana tarqatadi va ayni holda mulkimizda shodob, yashil va sarsabz bo'lishi va havo kayfiyati ustunlashi uchun katta roli bor. Bir mulkda qorni och bo'lsa, miyasi ham puch bo'ladi degan bir so'z bor. Bu o'zi ziroat yoki ekinchilikning ahamiyatiga katta bir dalil. Bu kun ziroati yo ekinchilik mahsulotlarimiz na tanho sirf em sifatida, balki mavod oroyishi sifatiga, dori va tabobat mahsulotlari sifatiga va ayniqsa atriyot va tikka sifatiga bozorga tarqatiladi. Bundan ma'lum bo'ladiki, ekinchilik yakka bir iqtisodiy lihozdan emas, balki hayot va mamot lihozdan ham ahamiyatga egadir. ولایت فاریاب یکی از مهمترین مناطق زراعتی افغانستان به شمار می رود. هزاران خانواده از طریق کشت گندم، جو، نخود، کنجد، خربوزه، تربوز و مالداری امرار معیشت می کنند. اکنون بخش بزرگ از محصولات زراعتی این ولایت برداشت شده است. دهقانان امیدوارند با ادامه حمایت های تکنیکی، دسترسی بهتر به بازار و فراهم شدن امکانات لازم بتوانند حاصل زحمات یک ساله خود را به قیمت مناسب به فروش رسانده و سال جاری را به عنوان یک از سالهای موفق زراعتی در فاریاب به پایان برسانند.